سلام بچه ها، خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم هر چی که هستین موفق باشین. بچه ها، توی این ویدیو مرحله اول تورنمنت محمد هیت یه مچ خیلی باحال و خنده‌دار شد که براتون گذاشتم، از استریمم گذاشتم دیگه، حمایت فراموش نشه. Team match, let's go. Reloading! Cover me! Blue team has scored for the first time! Reloading! Cover me! Ah! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Clear! Reloading! آقا خدای بازی ترکان بد نیست، حالا خودمونیم ها، بازیش بد نیست، ولی واقعا کیوان خیلی بهتره. پشمام چه کلوزایی میاد. Cover me! Reloading! Cover me! No mercy! Reloading!
10 سالگی میشه 10 سالمون. تاپای 10 ساله میان میگم ما تاپ یکی. یا حسین جاب. ببین کی مثلا این انمیه این کیوان. مثلا این کیوان. خب من مثلا کیوان روش اون طرفه. چون اینجوری میزنه تیراش اینجوری هم میخورم بهش. اصلا یه چیز پشم ریزون. اونم هدا. من با رسم شکل نشونتون دادم. یا حسین. Cover me! Reloading! Cover me! فلان کنه واقعا تیراش میخوره. واقعا دارم میگم. یعنی یا امام حسین. من اصلا واقعا نمیدونم در وصف این کیلا چی بگم. واقعا کلمه کم. این چی بود؟ آقا من حرفی ندارم. لفت گروه. واقعا لفت گروه. من دیگه حرفی ندارم. واقعا حرفی ندارم. نمیدونم چی بود. ایلما مشکل هایی از عمته. داداش اصلا اون چی رو من ولش کن بچه دار بود من بیخیال داداش اصلا من نامید شدم اصلا بیخیال کیا داداش چه خبر یا اول فرد من کدوم کیل اینو استریم کنم خط تیر نیست داداش این داره صاف میره تو چون یارو این چه خط تیریه این خط کش یکی اینو استریم کنم بگم اینقدر استریم کردم که برداره بذاره تو پیجش دیگه اصلا نیاز وای میست یارو میفته یعنی دیگه کیوان وان پیک هم نمیده براتون موومنت هم نمیزنه همونجا وای میست البته آقا کیوان در جریان باش Reloading! Cover me! No mercy! Reloading! Cover me! Reloading! رفته به قرآن آره کیا به جون مادرم 90 FPS خواهی میکنه اون اسلایدر یا قرآن دمیج اینجوری داره میزنه بست و علمتشو ببین آخه مسلمون بزن آره بزن تمام اونم پرید تمام Nice shot! Reloading! The blue team is in the lead. The red team doesn't have a lot of time left. Kill! Reloading! بچه ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدین دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا دیگه فراموش نشه عشق منید